سلام. امروز اومدیم که با هم زیرسازی یه میکاپ حرفه‌ای رو انجام بدیم، ببینیم که چه چیزایی لازمه و باید چیکار کنیم. قبلش که حتما باید صورتتون رو بشورین و مرحله بعدی از میسلار واتر و از این پد سکه احتیاج دارین. از اینا من میسلار واتر نیتروژن استفاده میکنم چون راضیم از برندش خوبه و من یه ذره از اینو روی چیز میریزم، روی پد میریزم و این صورت همه جای صورتمو محکم میکشم که آلودگی از آرایش توی صورت من باقی نمونده باشه، چون که اگر باقی مونده باشه باعث خراب شدن میکاپتون میشه. صورت که حسابی کثیفی ها گرفته شد. مرحله بعدیمون مرحله آبرسانه که من از آبرسان ایوز استفاده کردم. در و این مقداری از آبرسان نیاز نیست خیلی زیاد از آبرسان استفاده کنید، در حدی که صورتتون همه جاش این آبرسان باشه. از پشت پلکتون اونو جدا باید آبرسان بزنید. بعد این صورت آبرسان همه جا پخش میکنید با دست. وقتی که دست میزنید به صورتتون اینجوری که میکنید یه حالت چسبندگی باید داشته باشه بعد از آبرسان زدن. حتما مرحله بعد از آبرسانمون مرحله کرم مرطوب کنندمونه. من از کامل استفاده کردم. این کرم مرطوب کننده میتونه هر مارکی باشه، یعنی واسه من مارکش خیلی مهم نیست، چیز خاصی نیست. اینو کم میذارم چون که تیکه آبرسان استفاده کردم. این صورت همه جای پوستم میزنم و پخشش میکنم. این هم باز بعد همه جای پوست بزنید و وقتی که دست میزنید به پوستتون میبینید یه حالت چسبناکی داره صورت من، اینجوری بشه. و مرحله بعد از مرطوب کننده پرایمر. من از پرایمر فورور 52 استفاده میکنم. پرایمر واسه کساییه که صورت خیلی چربی دارن. کسایی هم که صورت چربی ندارن میتونن پرایمر استفاده کنن. کلا پرایمر واسه بستن محفظه‌های باز صورته.